رزق ما با پای مهمان میرسد از خانه غیب، میزبانی ماست هر کی میشود مهمانی ما. یک وقت استاد میمان وقتی در ادبیات یک شاهمیسره پرداخته بود که روشنی از تاریکی روشن‌تر است. تمام ادبیات با پاک است که چی معنی باشد هر کس به طور خودش هر چی ایراد گرفت نوشت. لیکن استاد میرزا فیضعلی بعد کم در توقف ها یک جواب عمیقی داد به این شاهمیسره که چنین است: روشنی از تاریکی روشن‌تر است، ناف ما از ریش ما پایان‌تر است. کله ها بالای گردن های قاق، ای زیبرگی بید هم لرزان‌تر است. لبلبو را قند گفتم میخوریم، چون که پیدا کردنش آسان‌تر است. گرچه سرلوچیم پالوش نیستیم، چون که از تاقی کلوش ارزان‌تر است. این زمانی ما زمانی هزل نیست، از حپاقش مشتی ما بیجان‌تر است. فصل سرما شاعر لغزید و گفت، در ری هموار یخ لغزان‌تر است. کاش می گفتیم اشعاری سفید، کس ازل بازاری آن چقان‌تر است. همین سرای بهترین انسان ها سرایی که موی ندارد. بعضا میگن که خانم ها همین خسرها را بسیار اعتراف دارن. خوشبختانه این خسرهایی که در اعتراف هستن و صاحب موی نیستن، یک شب در همون دو مورچه بیچاره راه گم زده همین از سری کل میبروین. دو مورچه در همین سری کل میبروین که میگردن این طرف میگردن، یک هم جای فرامدن نیست. نه زین پایه سر حواری خشتو لغجانک، ایش میرچته به ایسه میزنه، ایش میرچته در ایسه میزنه. همه قدر شلپرش اینه که مورچه ها حد رفتین. یادش گفته که در زیمان ابو قاب مردم ای تشنگی را مردم مخیات چیکا آمله زمیشه بخریم. دویمش گفته که در این بیابان آو ای کجام بیاوی تو. آن کس که نداند جای خر بستنی خیش، هم گردنی خر بیشکند هم گردنی خیش. یک قسمی حربی ده سردار افسرها را شینان دست و میگد که افسر قطاره منصوروف میگد من رفیق سردار کنی منصوروف گبزن وطن چی میشود؟ وطن سردار وطن مادر تو میشود. فهمیدی؟ فهمیدم رفیق سردار. چی فهمیدی؟ فهمیدم که وطن مادر من بود است. بارک الله. افسر قطار سنگینوف وطن چی میشد است؟ فهمیدم رفیق سردار وطن مادری منصوروف میشد است. ابله وطن مادری تو هم میشود. فهمیدی؟ گفت است فهمیدم. چرا فهمیدی؟ فهمیدم که منصوروف دادری من بود است. ای پاراشوت باید افسرها بپرن. یک افسر بسیار ترسیده ایستاده است، لرزیده ایستاده است. کماندیرش میگه که چی میلرزی؟ گفته ای کماندیر من معظم نیست است، من میترسم. او گفته نترس، پاراشوت داری میپری هوا دا میره، میکشی باید کشوده میشد میره استاد در زمین میفری. یک پاراشوتم کشوده نشوه چیکار میکنم؟ کشوده نشوه همه پیش میرسی زمین دا جای یکم میگیری. اشتها گرم است دست در خمی اگر زنید، همچه قاشق آستینی خیش را بالا زنید. شوربایی با حلاوت موضع آبی بقاست، سر به سر اشکم شوید و ساغری دریا زنید. پاره گوشت هنگام کشیدن از طبق، بر زمین افتد به کام شاعری شیدا زنید. آدما در زندگی هر راه واسطه شکمشون را سر میکنن. در وادی کوهستان هم یک کس خانه جورش مهمان میآید، بعد در کوهستان آش توپه را در طبق چوبی میکشن. آش توپه با غولینگ زردالو تیار شدگی، قاشق چوبی یک تا.
موافق قاعده کوهستان دو تا مهمان میگیره دو تا صاحب خانه بگیره همین میگیرن دو تا این دو تا او میگیره که آخر طبق در یک غولینگ میمونه کمتر او نوبت مهمان میشه مهمان اما غولینگ سر میکنه گیردی طبق یا 22 کروک تاوش میده غولینگ در قاشق نمیاد صاحب خانه خفه می آکا بمونش دو فی دیگه دایره‌اش میکنی نوبت بگذارم آکا گفته که نجم من قبل فرش کردم که همین حالی نقبمش دیگه قپیده نمیشه یار آمد و در خانه کمی گوشت ندارم هوای غمی گوشت مرا کشت ندارم چیزی دیگری نیست با یخچال به جز یخ یک پاره حسیب قدی انگشت ندارم شرمنده شدم پیش چنین یاری شکر لب ای وای شکر چیز که یک موش ندارم در خانه نه چای است نه قند است نه روغن دارایی ما چیست که من پشت ندارم یک مردک همین سختی های زندگی بسیار مانده شده است بیچاره دیگه طاقتش طاق شد دولتش در 350 خسته است ای عالم گذشته است بردن گورش کردن بیچاره همین زنش 5-6 گوده که مایده قطعی مانده است هر روز میره و سری گوری همین شوش گیریه میکنه که تو مرا در این تاریکی ها پرفتی کجا اومدی آخی من این گوده که مایده قطعی در این خنکی نه سویت نه یا و هیچی نیست نه خوردنی ای من یورا چخیل کلان میکنم آمدی در اینجا خواهی یک با چیکار کنم هر روز میره و همین سری گوری همون بیچاره دن نالا میکنه اما قلاوری گوریستان با آمده بوده خواهری اپای این بیچاره مرده این نمیشنوه را چی خطای قضا اومدی میخوای داد و وای میکنی میمونش هم بعضا خوره و میره و گفته چی خیلی کنم قطعی گوده گفته که اینه ایو شاو میرویند مرده ها کم کم میگردن همین بالای گوروشون شاو بیا با چی گفت داری بگو شوقی این داری روز میایی بیچاره برامدن نتونه چی گفت گفته من شاو میترسم تو خیلی گپو تا گازن من گپ نیزم موقع خیلی گفته نمیخیل بعد پاگاش اومده گفته چی خیشی تقایی گفته برو آمد بیچاره لرزیده برو آمد گفتمش که نمیزند میای همین خیلی داده گفته آخه بگوش که من زنم دوست می‌داشتم گوده که ما دوست می‌داشتم خیلی تقدیر همین بوده که ما اومدیم اینجا گرفتیم من که زنم دوست می‌دارم حیات دوست زندگی را دوست می‌داشتم اونه که تقدیر همین بوده چه کنیم همون زنه که گفت که بسیار داده وای نکنه همین یا بالا کنه زمستون بگذارن بهار میام میبرمشه همین زمستون ده وقتی که همین بارون میشه بعد بارون با کوراک میشه همین کوراکشی شوفیر مردم وای بده میافته با هم شوفیرایی که خوندگی نیستن پراور هم تگرفتگی همین کوراک بسیار محکمه همین شو ماشینا همین یه متر بدم دردم نمیتر رفته است نه سویتاشون گیرون که یه ماشین میدم یه ماشین گرفتم رفته است میره یا ساعت میره 2 ساعت میره که یک ماشین پیشینی تورمز میتیاره همین تورمز که در کنی ماشین میزنه همه بو فرمون پچک میشه کنی ماشین پچک میشه میره میگه تو دیوونه این اشاری چیزی او تو چوی قررس که تورمز کردی این فوکی ماشین آقا گفته جانجول نه که من گاراژم دارم بودم مخی شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرینند اما این کجا و آن کجا دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه هر دو دلسوزند اما این کجا و آن کجا دزدکان شب زنده دار و عاشقان شب زنده دار هر دو بیدارند اما این کجا و آن کجا دامنی دختی جوان و چهره مردانی پیر هر دو چین دارند اما این کجا و آن کجا یا مردک در خانه شیشه زمان تلویزیون پاک کشید کلوشید که فوتبال تماشا داره اویلش حمام کده زایده وانا که کده تلویزیون تماشا کده اویلش ای حمام وانا میبره که زمانو که در میشه میگه بین کیه ایوجا مرا خبر رسوندیست این میگه مردک اگم کسی من سر اون پری اوایو خیلی برو خود برو ما وقت نمیشه ممکن حالی گل میزنن برو مدنی مده زنش میره یا سر روش ترکی همسایش ایتاجی بالا بیا همسایه میگه ای همسایه میگه شد کجا نه میگه فوتبال تماشا کیسه میگه همین خزانه که شدگی پاکیزه رو ماده دامش فوتبال تماشا میکنه این احمق بوده میشه این خیلی شاوره نه خو همین خزانه که مونی میشه فوتبال تماشا کنی
ای همسایه میگه اگر همی تو زلیمه باشی اگر انسان باشم همی سر دلار میریزم نمیخوای دلار پاکت خطی میریزم دلار را باور که همسایه او خیلی میگه همسایه یک بوسه هم بده $500 میدم ای برای یک بوسه $500 میگه خیلی اینا میگیره $500 حساب میگه ما اینا میگرده میره و این زنه خونش میره کی بود اونجا همسایه من ایتشی بالا بود ایتشی بالا اون لعنتی ایمه $500 قرض بود کی میره یک وقت ملکی فیض‌آباد ملکی فیض بخش حاصل خیز بود شاعرها در وصف شعر می نوشتن شادروان جمالدین کریمزاد می گفت که فیض خیزد دایما از خاک فیض‌آباد من فیض فیض‌آباد باشد خانه آباد من زمانها دیگر شد این شعر گرفتیم کهنه شد دیگرش کردیم چنگ خیزد دایما از باد فیض‌آباد من فیض فیض‌آباد پرید از ریشه و بنیاد من خالی دسترخوان و سفره خالی حالا کلم باد فیض‌آباد ببر بالاترین فریاد من در ایستگاه فیض‌آباد شمال ایروی 120 میوزه همیشه در باد و هوای دوشنبه تلویزیون میگن که در خاروق هم 5-10 متر میوزه در کلوب هم 5-10 متر میوزه در خوجند هم 5-10 متر در دوشنبه هم 5-10 متر آقای فراموش کردن که یا صفرش فراموش کنه وقتی در همه جا 5-10 متر میوزه این ما یا سرشید گوش کنیم فقط همی 5-10 متر میوزه زیاد و کم نشده است نه که در فیض‌آباد ایروی 180 میوزه شمال گودکای صنف یک توقع نمیره اون مکتب یا فیض‌آبادی همه استانوفکا در ایسه سهر خیزه دوشنبه همی پالتو ماتوش خودی خشه پیچوندگی همی دستاش در کسر همی تکریزه یک گوده که میدان مکتب میره میگه تقوی ساعت چند شده های ساعت میگه براوس تاویستان بیا تاویستان همی زمینستان وقتی ساعت پرسیه یکا نیست دانشگاه عالی عشق را گفته بار عاشق دعوا کند چون نمیتواند در این دارون فلون امتحان بسپارد و معوا کند درس اول بوسه های اولین درس های دیگرش آوارگی کان کورسش 10 بلی بیچارگی کار کرسیش زی خود بیگانگی هر کی میگیرد از آن دیپلمی سرخ اختصاص و منصبش دیوانگی یک دانشجو دانشکده طبی را تمام میکنه متخصص میشد پسیخولوگ رایش میکنن همون بیمارخانه کسلی های روحی همون جایی که گفتیم میاد بعد سردکتر میگه که میبیند خیلی که جوان تمام کرده است بسیار چیزای خوب خطی بهای خوب خطی علاقتی خیلی کارده قبولش میکنه میگه که کنی که طبیبی جوان رفتیم من شما یا همین کارخانه قطی شناس کنم بیمار قطی میروند بعد تواد خانه میگه این خانه ده فقط عالمو تبابت میگیرن این ایشده ورزشگرا این ایشده ارتیستا این ایشده با دیگه کسب باش این اتاق ده میگه راننده ها تبابت میگیرن بعد این جوان نگاه میکنه که یکم کس نیست در اتاق های دیگه اتاقش ده هست آدم ایشده خالی کراواتو ده هیچ کس نیست گفته سر دور میبخشید این راننده ها اینجا تبابت میکنن گفتن یکم تاش نیست کو گفته همش تای کراواتو ده ماشین ریمون کیسیان دو دیوانای دیوخانه میگریزن میروان یا قشلوق ده میرن که نماز شام میشه یا مسجد ایده دروازش برام بودم اینجا شته یا میتونم اساکش دروازش خدای سلام علیکم بابی نازی تنجی سلام علیکم خدای شکر خدا شما کیه بچه تا ما غریبه ما قشلوق دیگه میریم شامونده شدیم میشه ای در خوکی پاتون اینا مرحمت میهمان خانه ما خالی بدری میدره شب اوقاتشون میکنه جای خوششون میتیاد خوششون میکنه میره شب خواب میره سحر قتی میخزه شیرچای تیار میکنه میگه که میهمانا را بیدار میکنه در کشویی که یک میهمان خسته در تریزده شش است السلام علیکم خستی میهمان میگه خواب که مسفید خواب که تنجیه ای رفیقت نمیخزه خواب که این رفیق من کلش گرفتم در درو کورپا بجا کردم حالی میخزه میکوا عاقل به کنار آب تا ره می جوست دیوانه پا برهنه از آب گذشت
در بیمارخانه یک دکتر می‌دارد پیش یک مسفید کسلی پیر میگه مسافر سلامتی چخله نقص های میگه شوری خدا باشم نقص شده هستیم انشالله نقص شده هستیم همین خود مزهش نبود چخه شد همین مسئله خود سوز شد باشم میگه سوز شد همین پیش وقتو ویران بود حالی سوز شده حالی همین توسعه را حساب میکنم خود میبره دکتر میگه توسعه را حساب میکنی خود میبره میگه بعضا تو 20 کم چوره یک آدمی دستش قلب میدره خانه یک آدمی بیزنسمنی کلانه تا گیزه شب در خانه شب همه را در سمکه ها جمع میکنه میگه ای در برام که کوچه بوده است آدم ها میگذارن در سمکه ها را پشتی درد میمونه یا جارو میگیرم پیش خانه هم مرده که رفتن میگه کی او را حکم میگه اکا در این ساعتی 12 شب خانه این کوچه را چی رفته ازدی گفته همین خانه در یک آدمی خوب بود خدا رحمتش کنه گذشت همین جاکا را تازه کسیم که همین مهمونا بیاین همینجا غج نباشه گفته چی خیلی گذشته اینجا که آواز گریه نیست گفته گریه بعدی رفتن من میشه اکا یک کارخانه در مجلس رفته ایستاده است یا زنک درس میبردار میگه رئیس مرا جواب نمیتی تا چی گپی بچه ما بخشه گرفتن در کار وقت شد ساعت 10 تا کم 6 آواز نمیونه جوابش میتین بعدی 10 دقیقه از زنک دیگه دست میبردار میگه رئیس مرا جواب نمیتی چی گپی خواهر ما بچه ما مکتب گرفتن در کار راه نمیدونم خواهی آواز نمیونه جوابش میتین بعدی 10 دقیقه از زنکی دختری شوهر نکدیگه هم دست میبرداره میگه رئیس مرا جواب تی او گفته یا برای بچه هاشون گرفتن رفتن شما تو چی ضروره جواب گفته رئیس همیشه بشینم بچه میشوه زن و شوهر دو تاری یک تنبور تارها گاه جور گاه ناجور دو همسایه بدین ابی بلا برین هر دوشون میشینن همین یک بالای سبزه و نیم تره میمونن یک تلیل کده دو پامیدور دیگر و بعد ریخته 50 تایی می نوشن و یک همسایش زیق طرفی همسایه دیگرش میگه که همسایه نغز نه خیلی با یک پیالگی دیگه می نوشن با وای همسایه نغز نه سیمش می نوشن سرخوش میشن و همسایه با تکرار میکنه همسایه نغز نه این همسایه گرنگ میشن میگه آکا چی همین پاپوگای برای یا ساعت باز نغز نه میگه چی نغزی همه ششتی مولی جنوب میشه کو گفته همسایه نغز نه آخه میگن تو قطعی همین آیله ما کیم چی خیل همین خیلی کارو میگن همین خیلی کارو این مرد گفته ما که در همین آیله شما حیرانم ده زنت میگن نغز خودت میگوی نغز نه اما چی کار کنم اکا زنها آرام میشوند نیم آرام میشوند و تماما آرام میشوند چند نوع هستند یک زنی که تماما آرام نیست شوهرش از کار میاد کاری وزبین میگرد از بیچاره مانده شدگی همین بزور خش تا خانه را میاره همین دروازه میداره که زنک تمامی آواز خودی جنجال سر میکنن ایش ناوردی قند ناوردی ایش نبستی ایش نکردی داد گفتن میگیرد همون کمبودی خانه را در سرش بار کردن میگیره این مردک دولینش میخیزه ای زنک گفته من کم تر دم بگیرم بعد همین گپات خب کن آخی گوشم کرش دمی جای کار همین گفتن آخی ما پکرش دگیم که زنک خواب نمیکنه همین که گپ میزند خواب نمیکند مردک قارش میزنه میخیزه همین توره میگیره میگه خواب کن برا خوراو که زنک دستو رو در میان میگیره میگه خامیرم نه که خواب نمیکنم یا برده که شب خوابش میبره همین خوابای دهشتناک میبینش در عین خواب شیرینی خواب ده که خوابش میداره که همون کمازایی که در آغون کار میکنن که همون 20 تانه و 50 تانه همین بالاش ده آماده است واس که در جای خوابش میخیزه اکا میگه ترمز تا بجو من سهمیه خریدگی هم اکا هم مرده که بسیار سر و لباس خشرو اینتلیگنت میداره اتوبوس با گدایی میکنه
گدایی کردن میگیره که یا مردک عصبش ویران میشه میگه اکا هیچی ننگ ناموس نداری تو با همین افت اندام با همین گاوده با همین تن و توش میای گدایی میکنی او برای در یکم جا کار کنی نمیشه و گفته اکا جنجال نکن ما بعدی کار گدایی میکنم. یا مردک توتیش گرفته است در قفس در اتوبوس سوار شده است رفته است و آدمی که پول میچینه گفته است که اکا یا سمایتنی خدمت بته یا سم دوده است یا سم دیگه ایتنی توتیت بته او گفته ای چیه در دست ما قفس ای برای همین پول میگیری بته گفته ممکن نیست ای خیلی یا سم دیگه ایتنی توتیت بته این مردم خسیس‌تر بوده گفته نمیتو هر تش کشوکش میشه که اتوبوس بالای یک کپروکی دایره در رفته است کاندکتر گفته یا سمایتنی توتیت نمیتی توتیت میگیرم قفس ولی دارم دایره میپرتم که توتیش گاب دادم دای سنی صاحبش گفته بازار بای این گدا دایی اسم بته که ما وزیر نمیتونم. زندگی تاجیک در کوهستان چی است؟ همین نقلیات اساسیش یک مرکب است خر میگن یا قوزه علف قطعی همه کاراشو بود میکنه. یا مردی که همین یگانه یک خر داشته در همون خانه‌اش سحر میخیزه که همون نیست. سحر از خوابی گران خستم و دیدم که دری عاقل من باز و خرم نیست و یک باره سرم چرخ و دلم گم زد و بالای تپک شیشتم و گفتم که خدا بچه شهمردی تگی چادری عروسی تبکشه مردک خردست که 100 سال دیگر باز نتوانی کرد چنین کار فراموش کجای خرکی بوری شکمدم شکمد سرکت مثلی نمکدانی زنم خوشیدم تا به زمین چشمانی تو را مرکزی اپتیکی بسنجیده و گفتا که سنایپر یا که دوربین نتوان دید چون این تزبینی و دوربینی که در چشمی خرید توست کجای خرکی به تقم و واله و یالپوش صدای هنگی تو را مرکزی اردوی اسینگ جنرال پیتراف بشنید است و بگفتا من نوژن تکای ایشک زورنی برای وزدوشنی تریواگا هم گوژوای ترانسپورت بل عجبش این که سکارسی یکمی او ایخو ولی ترمزی او یوش صدای ضربهش چنان سخت که در تخته پیشانی گرگ جوده چنان زد و چاپتا شده چارغا و بگفتا جکی چند یا که بروسلی نتوان زد چنین ضربه سخته که ترا کردن نکاوته و را کشت چنانه که بزد مرد عراقی با کلوش در سری جارد بوش. یا مرد یه روز ای پروی گوریستان میگذره که یا مرد برومده دم قطعی کفنش در بالای گورو شیشته است لرزیده گفته اکا تنجی ای گفته ای تنج بدیم اکا تا همین وقت تنج بدیم همین دینه یا آدم مرده اوار گورش کردن اما قل نویسانده بوده که ای بالای حمل نویشته ای همه را ای سرکه پرسیدیسی هست بهترین نعمت دولت پیری است به شرطی که همون دولت پیری ده همه قانون و قاعده ها رعایت کرده شود. یا خیلی مسافر ای کجای سمالات داشتم به پاره میآید خیلی که پیر شدی با عقلت کمتر دیگر خیلی تر میشه گرانتر میشه خیلی همون ایروپورت سمالات معل میکنن میفروی همون طرفی فرامدن ده میفروی که بروکش میره و در زمین میافته مستفید همه آخی چی گپای میدون میبرن گفت چوکاری مستفیدی که کردی گفته بچه هم همین سمالیات شما رو نفهمیدم یکی میگه ریمنتو تونم بند یکی میگه هویک اما کدام شای اجرا کنه باخی یک مستفید هم خستین سالش رفتگی بیچاره را 3 بچه داشته است خیلی بچه ها اگر کارگر شدیگونه که کار نمیکنن مستفید احترام نکنن کمتر خار شده است در زندگی بایدش کمتر بی‌ادب‌تر بده او رو بردن در زندان محکمش کردن یا هفته میسه 10 هفته میسه با همون بچه را یاد میکنه میخیزه میره همون نازی ترمه ده همون سرداراش پیران میکنه میگه دادرها هم یه بچه که مرا آوردی همیجا خیلی همین نامعقولی کده که همه که عذاب نتی همه خار و زارش گشنه تشنه نمونه بسیار زوری میکنه و اما صاحبی ترمه میگه که مسافر بسیار زورانه که برای همین خانه داشته باشی $500 بگی بیا من این میحال هم بچه تا جواب میتونم مسافر آی سر میکشه میگه بچه هم والله
همون دلار را شنیدم و ندیدم، نه که علاقه من ندارم. اگر خودت بچم همون 500 دلار داشته باشی بیار من کبته از زندگی ما بینم. خانه ده با 2 تمخیلی صغیره بیکاری دیگه برو هر دوشم بیار. یک آدمی بدمستا بود است. خیلی آدمایی که همین یک آدم پول داده میشود، یک آدم مای داده میشود، بعضی ها زنک داده میشن، خیلی هر چیز داده میشن. یا تا بسیار مای داده شده بود است. بعد همین میزنه عرق پکر میشد، میبرن ملیس خونه‌اش میبرن، شعبه کارهای داخلی میبرن، خیلی سرزنش میکنن، جنجالش میکنن، بعد با جوابش میتین زورا میکنن. بعد 2 ساعت بوم میزنه، بوم میبرنش، دویم بارا میبرنش، هیچ در سرش نیست، در پاش بازار راست میسته. بعد همون سردار ملیسه میگه که تو انسان هستی یا نیستی؟ تو خیلی آدمی، تو در دوام یک روز 2 بار شدمی ملیس خانه میارنت. آخه تو هیچ شرم و حیا گفتنی گپ میفهمی؟ تو امی آدمو شرم میکنی؟ امی جمعیت شرم میکنی؟ در یک روز 2 بار ملیس خانه میارنت. اومد گفته که اکا وای من نکن، وای من نکن. من در تمام حیاتم یک بار یک روز 2 بار آمدم امی ملیس خانت. تو هر روز میای شرم نمیداری؟ یه مردک خواب شیرین در شب خواب ساعتهای 12 تلفن خانهش زنگ میزند. تروبکره خواب بیدار میشه میبرداره. ایوس گفته است یه آدمی مستی نوشیده نسیم در خانه. گفته اکا اینجا نسیم زندگی نمیکنه، این خانه در من زندگی میکنم، نسیم نیست اینجا. تروبکره میمونه. با بعدی که خواب پرید باشه بعد نیم ساعت پس خوابش میبره، نه خوابش بودگی با تلفن میشه، با میبرداره با همون مست. نسیم همون خوش خانه ده آمد یا نه؟ نسیم اینجا زندگی نمیکنه که تو دیگه جا افزیده ای. با تروبکره میمونه، ساعتهای 3 شب با تلفن میکنه. نسیم آمد یا نه؟ مردک تو هوشیار دیوانه ای، مرا خواب پروندی. آخه نسیم در این خانه زندگی نمیکنه، تو کجا تلفن کردی؟ با تروبکره میمونه که عصباش ویران میشه، خوابش نمیبره دیگه. ساعت 5 میشه، روز میشه، ای قرش میره و ایسو میای اوسو خودش همه آدمی تلفن کرده که تلفن میکنه. نسیم یافتی؟ زندگی شیرین است وقتی که معاشت بلند باشد، وظیفه داشته باشی، جای کارت نقص باشد. یک شاعری بهترین دوست داریم درباره همین پول یک چی نوشته است، من برای شما میخونم اگر به یادم بیاید. نوشته است که ای پول، ای پول نرفته سرفراتم، سرگم زده چون و چراتم. ارغشت رویم از برایت، سرگم زده برادراتم. در کیسه درایی و برایی، حیرت زده درابراتم. اندیشه ماست در سری پول، در بند خیال و خاطراتم. ای در سری پوکی ما غمی پول، بیغم ز سری پولی سیراتم. مردم نزنه داد و فریاد، ما هم به خدا که بانکراتم. مستقیدم نبیرش میگن که بابا جان نگوی چی بگو بشیم؟ میگه همین من نمیفهمم که همین شاعرای کلاسیکی ما همش پریمار خطی می نوشتیم. نه که شاعرای این وقتا چرا همش روشکه خطی می نویسن؟ باباش گفته بچه‌ام وقتهای پیش شاعرای اتلیمته بودن. حالا هم شاعر پیدا شده که همه پریمار خطی بنویسن در تاجیکستان فرم نور نمیمونه. سخنگر چیزی بهری خنده گفتم، بدیدم عیب و نقصان خودم را، فقط خود را سیاه و گنده گفتم.